سیستوریای من چطورین بچه‌ها؟ اومدم از چمپیون این سیزن و ثبت نام تو چمپیون به همراه چند تا ایونت دیگه براتون توضیح بدم. مراحل ثبت نام توی چمپیون فقط نیاز به 5 نفر یار داری که بتونید توی ثبت نام کنین و پلی بدین با هم دیگه، و به همراه یک دونه یار اضافی، یعنی یار جایگزین که اگر یک نفرتون لفت داد یاری داشته باشین که باهاش بتونین پلی بدین. فقط بچه‌ها حواستون باشه مراحل قشنگ انجام بدین و اگر تو سیزن قبلی تو مرحله یک چمپیون شرکت نکردین، تو این سیزن نمیتونید با افرادی که تو مرحله یک شرکت کردن پلی بدین. یعنی باید یه یار جداگانه پیدا کنید برای خودتون و تا جایی هم که میتونید رنک مولتیتون رو ببرین بالا، چون هر چقدر رنک مولتیتون بالاتر باشه گرفتن امتیازات بیشتر و اینکه سی پی بیشتری بگیرید احتمال بیشتری داره. بچه ها از ایونت بعدی که این نایف، همون کاتانای خودمون به همراه دنس رایگانی که به بازی اضافه شده و مراحل انجام دادنش هستش، واقعا کاتانای خیلی قشنگیه، دنس قشنگی هم داره. و از ایونت بعدی فکر کنم اکثریتتون انجام داده باشین بچه ها، ولی خب بازم من میذارمش و فقط باید یه کاری بکنید، 30 مچ با فرندتون پلی بدین. دوستتون دارم.